سلام به همه دوستان عزیز، به این منظره خیره کننده نگاه کنید. اینجا جایی است که طبیعت با تمام زیبایی‌هایش خودش را به رخ می‌کشد. اما امروز قرار درباره یک پدیده جذاب و کمی نادر صحبت کنیم. برف خشک. بله، همین برف سبک و پوکی که مثل پر در هوا میرقصه و حسابی توجه ها رو به خودش جلب میکنه. حتما برف بازی کردید، اما آیا تا به حال روی برف خشک راه رفتید؟ این برف به قدری سبکی که انگار دارید روی ابر قدم میذارید. اما چرا این برف اینقدر خاصه؟ چطور تشکیل میشه و چه فرقی با برف معمولی داره؟ امروز قرار همه چیز رو درباره برف خشک براتون فاش کنیم. برف خشک به برفی گفته می شود که میزان رطوبت آن بسیار کم است و معمولاً در دمای بسیار پایین و هوای سرد تشکیل می شود. این نوع برف سبک است و به راحتی توسط باد جابجا می شود. برف خشک معمولاً در مناطق سردسیر کوهستانی مشاهده می شود و برای ورزش‌های زمستانی مانند اسکی بسیار مناسب است، زیرا به دلیل کم بودن رطوبت چسبندگی کمتری دارد و اسکی کردن روی آن راحت‌تر است. برف خشک زمانی میبارد که شرایط جوی خاصی وجود داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از یک دمای بسیار پایین برای تشکیل برف خشک. دمای هوا باید به اندازه‌ای پایین باشد که بلورهای برف نتوانند ذوب شوند یا به هم بچسبند. معمولاً این اتفاق در دمای زیر منفی 10 درجه سانتیگراد رخ می‌دهد. 2. رطوبت کم. اگر رطوبت هوا کم باشد، بلورهای برف به جای اینکه به هم بچسبند و برف مرطوب یا خیس تشکیل دهند، به صورت پودری و سبک باقی می‌مانند. این باعث می‌شود برف خشک و پوک باشد. 4. بادهای قوی. بادهای قوی می‌توانند برف خشک را به راحتی جابجا کنند و آن را به صورت پودری در هوا پراکنده کنند. مزایا برف خشک: 1. مناسب برای ورزش‌های زمستانی. برف خشک به دلیل سبک و پوک بودن برای ورزش‌هایی مانند اسکی، اسنوبورد ایدئال است. این نوع برف چسبندگی کمتری دارد و حرکت روی آن راحت‌تر است. 2. کمتر باعث آسیب به سازه‌ها می‌شود. برف خشک به دلیل وزن کمتری که دارد، فشار کمتری به سقف‌ها، درخت‌ها و سازه‌ها وارد می‌کند. این موضوع خطر آسیب‌های ناشی از تجمع برف را کاهش می‌دهد. 3. ایجاد مناظر زیبا. برف خشک به دلیل پوک و سبک بودن مناظر زیبا و چشم‌نوازی ایجاد می‌کند و برای عکاسی و تفریح در طبیعت مناسب است. با وجود مزایای زیاد، برف خشک ممکن است در برخی موارد چالش‌هایی نیز ایجاد کند. 1. مشکلات در حمل و نقل. اگر برف خشک همراه با باد شدید باشد، می‌تواند باعث ایجاد توده‌های برفی در جاده‌ها و مسیرها شود. این موضوع ممکن است باعث مسدود شدن راه‌ها و اختلال در حمل و نقل شود. 2. خطر بهمن. در مناطق کوهستانی، برف خشک می‌تواند خطر بهمن را افزایش دهد، زیرا لایه‌های برف خشک به راحتی روی هم می‌لغزند و می‌توانند توده‌های بزرگی از برف را به پایین سرازیر کنند. 3. کاهش دید در پروازها. کولاک‌های ناشی از برف خشک می‌تواند باعث کاهش دید در فرودگاه‌ها و اختلال در پرواز هواپیماها شود. این موضوع ممکن است باعث لغو یا تأخیر در پروازها شود. 4. سرمای شدید. بارش برف خشک معمولاً با سرمای بسیار شدید همراه است. این موضوع می‌تواند برای افراد، حیوانات و گیاهان خطرناک باشد و باعث مشکلاتی مانند سرمازدگی یا یخزدگی شود. دوستان، ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه شدید. امیدواریم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید و در آخر چند اورتایم رو سابسکرایب کرده باشید.